دفعه اول بود که کلا میرفتم خارج از کشور. بعد عکس پاسپورتم ببینه اینجوریم. خب میخوام برم سریع. میخوام برم پاسپورتو بگیرم. گفتم برم استخر. خب رفتم هتل مثل ایران. من فکر کنم هتل پایینه. چی استخر پایینه. نه او استخر روی سقف بشه. رفتم پایین او یارو اومد گرفت کجا؟ گفتم که استخر چی میشه به انگلیسی؟ گفتم گفت چی؟ شاکی شد. فکر کردم مسکلش میکنم. گفت بیا بریم. داشت میبرد. گفتم نه. استخر رفتی بالا؟ گفتم یه آب میوه بخورم مثلا جای خوردنیش بود. رفتیم و نشستم. بعد می‌خواستم بگم که خدایا من اسم هیچ کدوم این آب میوه رو بلد نیستم چیکار کنم. چی آورد برای این گفتم همین اینو به من بده. بعد نشسته بودم نگو یارو انگاری مثلا 4 ساعت منتظر یکی بیاد باش حرف بزنه. خب بعد من جاشو می‌خوردم یه نگاه کردم تا نگاه کردم گفت وایت فرانکس فروت وایت است فرایت. بعد من گفتم چه یس. گفت یس. گفتم نو. نو. تو کشتم پریدم تو آب. کشتم پریدم تو آب. بعد تا همه شنا کردم میومدم گفتم فاینل فور. گفتم نو. تا دور میومدم نو نو. یس. نو بابا نو.